سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چجوری بلوتوث دسته پلی‌استیشن 4 رو روشن کنید. دکمه PS رو و با دکمه استارت رو همزمان با هم دیگه نگه می‌داریم و اینجوری نور بده. وقتی بلوتوث روشن کنید و دکمه اسکن رو بزنید و وارد بلوتوث شدیم میتونیم به دسته وصلیم. بریم برای آموزش. بلوتوث گوشی روشن میکنیم و به دسته وصل میشیم و وارد بازی اروپا 3 میشیم. من برای همین این بازی انتخاب کردم چون داخل ستینگش به ما اجازه میده که با دستم بازی کنیم، یعنی گیم پد. الان میرم بهتون بیشتر آموزش میدم بهتون. دقیقه بایستیم تا وارد بازی بشیم. وارد بازی میشیم. حتی بعد زمان گوشی تو انگلیسی باشه تا براتون بازی بالا بیاد. اینو توجه داشته باشین، این نکته خیلی مهمه. یه بار مثلا انتخاب میکنیم، مثلا ما این بار میزنیم اصلا تنظیم توی گرافیکی چرا قدیم پایین هنگ نکنه بازی بلو عدیو خب ما بریم داخل ستینگ و خب گیم پد انتخاب میکنیم و چرخنده بغلش میزنیم. چرخنده بغلش استارت استیل. خب انتخاب میکنیم استیل یا همون حرکت مثلا به فرمون یا کدوم چیزشه. پایینی درچه گاز، پایینی دو ترمز، پایینی چرخنده افقی، پایینی چرخش عمودی، پایینی دنده و پایینیش راهنماها و پایینی کروز کنترل، ریپک و اونجا بالا پارک تمام. خب بریم سراغ بازی. خب ما اول دنده می‌خوریم. اگر از این آموزش حتما لایک و سابسکرایب کنید. ویدیو بعدی